با درود به فراوان به دوستان عزیز همراهان گرامی، خوشحالم که تونستیم یک کلیپ دیگه براتون در خدمتتون باشیم. این آخرین کلیپ در مورد سوالات در مورد ریکی انشالله از بعد از این کلیپ میریم برای توضیح مباحث ریکی که ریکی رو توضیح بدیم. یه مقدار توضیح دادیم ولی بیشتر توضیح اشتباهاتی بود که در ریکی در سوشال میدیا جای مختلف بیان میشه. آخرین قسمت در مورد عوارض ریکی و ضرر ریکی و این چیزها هست و اینکه انرژی درمانی ضرر داره، شما از انرژی خودتون استفاده میکنید. این مبحث رو میخواستم در اینجا بحث کنیم و بازش کنیم. اولین مطلب این که ریکی به هیچ عنوان ضرر نداره. هیچ جای دنیا تا حالا نتونستم با این همه دشمن که ریکی داره و سعی کردن یه جایی ازش یک گوشه یه چیزی آتویی بگیرن، نتونستن ثابت کنن که ریکی ضرر داره. بنابراین اگه کسی به شما بگه که ضرر داره، این کاملا غیر اثبات شده است. تحقیقات مداوم انجام شده، مثلا در امریکا هیچ گونه ضرری دیده نشده. این مبحث اول در مورد اینکه نفت داره یا نداره، اونو میذاریمش برای بعد. و مبحث دیگه این که شما خیلی هم میگن که انرژی درمانه. اگه به خاطر داشته باشین تو کلیپ های اول گفتم خدمتتون که ریکی انرژی درمانی نیست، اصلا درمان نیست، هیلینگ، شفاست. دوم اینکه کار ریکی شفادهی نیست، یکی از قسمت‌های ریکی شفاست و از این موقع شفا خود به خود میاد. یعنی مثل اینکه شما میرین ورزش میکنین، غذای سالم میخورین، خیلی از بیماریهای شما از بین میره. این شما نمیتونین بگین ورزش پزشکی درمان میکنه، نه، خودش این عملی که شما انجام میدین این سیستم رو بهینه میکنه، خودش درست میشه. چون سیستم ما هوشمنده، ما اگه خرابش نکنیم خودش درست انجام کار میکنه. مشکل اینجاست که ما با دخل و تصرف اشتباهی که انجام میدیم باعث میشیم سیستم به هم بریزه، بعدم درستش نمیکنیم، میایم با روش‌های غلط‌تر بدترش میکنیم. منم اگه سیستم رها بشه خودش اتوماتیک برمیگرده. یعنی ما در ریکی خیلی مواقع در پرانا هیلینگ اگه شنیده باشین این هست که اصولا میگن شما نیازی نیست که انرژی بدید، شما کافیه که صدا و بستگی ها و خرابی ها رو بردارید، خود بدن انرژی فلو جریان پیدا میکنه، خودش اصلاح میشه. حرف درستیه. ولی در بعضی مواقع نیاز هست، مثل بیماری که خیلی ضعیفه بهش سرم هم وصل کنیم. در ریکی ما از انرژی خودمون استفاده نمیکنیم، برعکس راه‌های دیگه‌ای که حالا انرژی درمانی دیگه است. من در مورد خوب و بدش کاری ندارم. ما به خاطر اینکه معتقدیم انرژی ما به هر صورت یا متناسب با اون شخص دیگه نیست، چون دارای انرژی آگاهی متفاوت هستیم، به درد طرف نمیخوره یا بعضی موقع بدتر آلودهش میکنه اگه ما خودمون آلودگی داشته باشیم. بنابراین در ریکی ما از انرژی هوشمند حیات استفاده میکنیم و که ما بهش میگیم انرژی ریکی به صورت خلاصه، و اون رو وارد شخص میکنه که اول خودمون رو پاک میکنه، بعد وارد شخص گیرنده ریکی میشه. یعنی ما از انرژی خودمون استفاده میکنیم در ریکی، هم ما پاک میشیم هم شخص دیگه. برای همینه که ما در ریکی خودمون دوست داریم که ریکی بدیم و این باعث میشه شما هیچ وقت کمبود انرژی که پیدا نکنی انرژیتون بیشتر میشه. این یه مبحثیه که درست تدریس نمیشه در خیلی مواقع. من حتی در امریکا دیدم که هیلینگ‌های مختلف انجام میشه و افراد بعد از یکی دچار خستگی مفرط و اینا میشه. این دلیلش اینه که طرف درست وصل نیست و داره از انرژی خودش میده، در نتیجه انرژی تخلیه میشه. مثل باتی کردنی که اون باتی خراب میشه و باتی شما هم خراب میکنه. برای همین ریکی رو باید درست یاد گرفت، باید استاد درست داشت. استاد باید شما رو درست تعلیم بده و درست راهنمایی کنه و به اضافه که درست ایرادای شما رو بگیره و درست بتونه برای اون راه حل بده. فقط گرفتن ایراد مهم نیست. برای همین استاد خوب خیلی مهمه، مثل هر استاد خوبی دیگه، چه در پزشکی، چه در مهندسی، چه در دبیرستان، چه در دانشگاه. یه استاد خوب بودنش در این موارده. وگرنه گفتن مباحث هر کسی میتونه کسی رو حفظ کنه بیاد بگه. متاسفانه در ریکی این مسئله خیلی پیش میاد
که افراد از همدیگه کپی برداری میکنن، این مباحث رو توتیوار تکرار میکنن. در حالی که توتیوار وجود نداره. این مبحث مثل رانندگی میمونه، یه سری قوانین داره ولی شما باید رانندگی خودت یاد بگیری. نمیشه چون کتاب آیین‌نامه رو خوندی بری بشینی پشت فرمان. شما باید رانندگی یاد بگیرید، در حالی که شما باید ریکی رو یاد بگیرید، نه اینکه یه سری قوانین رو یاد بگیرید. و یه استاد خوب رانندگی باید به شما یاد بده که چجوری یاد بگیری و ایوای خاص خود شما که مخصوص خود شماست چجوری برطرف بشه. اول ایراد رو پیدا کنید بعد بتونید برطرفش کنید. بنابراین در ریکی اینجا ما از انرژی خودمون استفاده نمی‌کنیم. بنابراین کسایی که انرژی ریکی میدن و خسته میشن یا از پا میافتن بدونن دارن اشتباه انجام میدن، به استادشون رجوع کنن، نتونستن نتیجه بگیرن از استادای دیگه استفاده کنن که یادشون بده که چجوری این کار انجام بدن. بنابراین توی مبحث این بحث کردیم عدم ضرر ریکیه و ریکی انرژی درمانی نیست، با انرژی درمانی دیگه فرق میکنه. از انرژی ما استفاده نمیکنه، انرژی پاک و هوشمند حیات استفاده میکنه و اینکه برای خودمون و همه افراد مفید و فایده است. از این سکشن به بعد ما میریم برای مباحث توضیحات قلم به قلم ریکی. دیگه وارد مباحث این مسائل نمیشیم مگه اینکه دوستان سوالی داشته باشن تو کامنت ها بذارن ما بهشون جواب بدیم. جواب دادن ما با عرض پوزش یه مقدار طول میکشه چون ما مباحث رو میگیم، سوالا رو میذاریم جمع بشن. اگه سوالی رو ببینیم که در کلیپ ها توضیح داده نشده، یه کلیپ رو میذاریم برای جواب به تمام سوالات عزیزان. 100% این سوالاتتون خونده میشه، بررسی میشه و همه به نحو احسن جواب داده میشه. حالا یا در قسمت کامنت جواب داده میشه یا بعدها در یک کلیپ که رفع اشکال جواب سوالات هست، اینا رو دونه دونه رو با دقت تا اونجایی که لازمه توضیح کنید که رفع اشکال کامل بشه. بعد هی جلو میریم هرچی، چون نمیخوایم هیچ مبحثی ناگفته یا نامفهوم گنگ بمونه. دوست داریم که این یک مرجعی باشه که شما هر وقت انشاءالله در یکی رفتیم بتونیم برگردیم بهش، جایی سوال داشتین ارجاع داشته باشه همه مطالب رو که بتونیم رفع اشکالاتتون رو در حدی که در حد سوشال میدیا میشه گفت، مباحث نمیشه اینجا توضیح داد یا نشون داد، عملی هست، تئوری نیست. در نور اشغالگری باشین تا کلیپ بعدی. در سلامتی کامل و سلامتی.